وقتی صحبت از تایلند می شود، بسیاری از مردم قبل از هر چیز به سواحل زیبا، خیابانهای پرنور و زندگی شبانه آن فکر می کنند. اما واقعیت این است که تایلند بسیار فراتر از این تصویر است. این کشور ترکیبی از سنت‌های کهن آسیایی، آسمان خراش‌های مدرن، طبیعت چشم نواز و فرهنگی است که هر سال میلیون‌ها گردشگر را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند. با غروب خورشید شهرهایی مانند بانکوک، پاتایا و پوکت چهره‌ای کاملا متفاوت پیدا می‌کنند. خیابان‌ها مملو از گردشگرانی می‌شود که برای قدم زدن، خرید و تست غذاهای خیابانی، تماشای اجراهای هنری و لذت بردن از فضای پر انرژی شهر بیرون آمده‌اند. صدای موسیقی از کافه‌ها و رستوران‌ها به گوش می رسد و نور تابلوهای رنگارنگ شب را به روز تبدیل می کند. پاتایا یکی از شناخته شده ترین شهرهای گردشگری تایلند است. شهری ساحلی که در چند دهه گذشته از یک روستای کوچک ماهیگیری به یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری آسیا تبدیل شده است. در کنار ساحل صدها رستوران، کافه، بازار شبانه و مراکز تفریحی دیده می شود که تا ساعت پایانی شب پذیرای گردشگران هستند. یکی از دلایل محبوبیت تایلند فضای نسبتاً باز و برخورد دوستانه مردم با گردشگران است. مسافران از کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت به این کشور سفر می‌کنند و همین تنوع فضای ویژه‌ای به شهرهای توریستی داده است. در تایلند حضور افراد ترانسجندر که در این کشور اغلب با عنوان لیدی بوی شناخته می شوند، بخشی شناخته شده از جامعه است. بسیاری از آنها در حوزه‌هایی مانند هنر، موسیقی، نمایش، مد، هتل‌ها، رستوران‌ها و خدمات گردشگری فعالیت می کنند. نمایش‌های هنری و اجراهای آنها سالهاست که به یکی از برنامه‌های شناخته شده برای گردشگران تبدیل شده است. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be. در کنار این فضای پر جنب و جوش، صنعت سرگرمی بزرگسالان یا تنفروشی نیز بخشی از واقعیت برخی مناطق گردشگری تایلند است. این موضوع سالهاست مورد توجه رسانه‌ها و پژوهشگران قرار دارد و درباره آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را نتیجه رشد گردشگری و شرایط اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر بر چالش‌های اجتماعی و انسانی آن تأکید می‌کنند. همین موضوع نشان می‌دهد که هر کشوری در کنار جاذبه‌هایش با مسائل و پیچیدگی‌های اجتماعی خود نیز روبروست. اما اگر تمام تایلند را تنها از دریچه زندگی شبانه ببینید، بخش بزرگی از زیبایی‌های آن را از دست داده اید. این کشور معابد تاریخی با شکوه، جنگل‌های سرسبز، جزایر آرام، آبشارهای زیبا و فرهنگ غذایی کم نظیری دارد.
بازارهای شبانه نیز از جذابترین بخش‌های سفر به تایلند هستند. در این بازارها می توانید از لباس‌ها و صنایع دستی تا خوراکی‌های محلی و سوغاتی‌های متنوع را پیدا کنید. بسیاری از گردشگران ساعتها در این بازارها قدم می‌زنند و از فضای زنده و پرنشاط آن لذت می‌برند. اقتصاد تایلند تا حد زیادی از گردشگری، صادرات، صنعت و کشاورزی نیرو می‌گیرد. میلیون‌ها گردشگر در طول سال باعث رونق هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خرید، حمل و نقل و هزاران کسب و کار کوچک و بزرگ می‌شوند. به همین دلیل گردشگری نقش مهمی در اشتغال و درآمد این کشور دارد. آنچه تایلند را از بسیاری از مقاصد گردشگری متمایز می‌کند، تنوع تجربه‌هایی است که در اختیار مسافران قرار می‌دهد. اگر به دنبال آرامش باشید، جزایر و سواحل زیبا منتظر شماست. اگر عاشق طبیعت باشید، جنگل‌ها و پارک‌های ملی گزینه‌های فراوانی دارند. اگر به تاریخ علاقه داشته باشید، معابد و بناهای باستانی شما را شگفت زده خواهند کرد. و اگر به دنبال هیجان باشید، زندگی شبانه و تفریحات متنوع این کشور می تواند تجربه‌ای متفاوت برایتان رقم بزند. در نهایت تایلند کشوری است که هر مسافر آن را از زاویه‌ای متفاوت می‌شناسد. برخی عاشق طبیعت آن می‌شوند، برخی مجذوب فرهنگ و غذایش، برخی از مهمان نوازی مردمش لذت می‌برند و برخی تنها برای استراحت و فرار از شلوغی زندگی روزمره به آن سفر می‌کنند. اگر روزی تصمیم گرفتید به تایلند سفر کنید، سعی کنید فقط به مشهورترین خیابان‌ها اکتفا نکنید. شهرهای مختلف، روستاهای آرام، معابد تاریخی، سواحل بکر و فرهنگ غنی این کشور را نیز کشف کنید. شاید همین تجربه ها زیباترین خاطرات سفر شما را بسازند. اگر از این برنامه لذت بردید، لطفاً ویدیو را لایک، کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله اعلان را فعال کنید تا قسمت‌های بعدی را از دست ندهید. همچنین نظرتان را درباره تایلند و تجربه‌های سفر در بخش دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید. تا برنامه دیگر و سفری تازه، بدرود و سفرهایتان پر از خاطرات خوب و تجربه‌های فراموش نشدنی.